سلام، در خدمت آقای کاوه صدقی هستیم، نایب رئیس فدراسیون ورزش‌های زمستانی و اسکی و رئیس انجمن هاکی. درست گفتم آقای صدقی؟ آقای صدقی، هاکی روی یخ مخصوصا تو بخش زنان خیلی مورد استقبال قرار گرفته. مردم روی خوش نشون میدن، میان حتی بازیاشو میبینن. میخوام مسابقه رو از همین بخش شروع کنم که چه خبر از هاکی روی یخ زنان؟ این استقبال خودتون هم حس کردید؟ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم خبرگزاری برنا. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم در خانه برنا. بله، همونطور که شما گفتین، هاکی روی یخ با عمر کوتاهی که داشته به حال پیشرفت قابل توجهی داشته، مخصوصا در حوزه زنان، با توجه به اینکه در حقیقت تجهیزات ما به شیوه‌ای است که امکان پخش ویژه هم بازی‌های داخلی هم خارجیشون دارن و با توجه به اینکه بچه‌های ما نتایج خوبی هم گرفتن، مورد توجه قرار گرفتن. ما دخترامون تا امروز 11 کشوری رو در حقیقت بردن که اینا به بیش از 30 سال هاکی روی یخ داشتن. خیلی از این تیما ما در قسمت پسرها بهشون میبازیم ولی دخترامون میرن و تیم زنان اونها رو میبرن و در آسیا قهرمان آسیا شدن. میدونین 4 کشور آسیایی، ژاپن، کره، چین و قزاقستان در فقط دیویژن بندی جهانی شرکت میکنن، در مسابقات آسیایی نیستن، ولی ما غیر از این 4 کشور همه رو بردیم و این اتفاق ویژه‌ای است. من هم به شما، هم به جامعه ورزش و هم به خانواده‌های این بچه‌ها که در حقیقت حامیای اصلی هاکی روی یخ ایران بودن تبریک میگم. من اشاره کردم که خیلی مورد استقبال قرار گرفته، ولی تو بحث قهرمانی و حالا مقام آوری و اینها هم فکر می‌کنم جلوتر از اون چیزی که برنامه ریزی شده داریم حرکت میکنیم. حالا یه سوال، ما مثل که دیویژن 4 یا 5 هستیم، میخوام ببینم میتونیم به اون سطح 1 برسیم کی میشه؟ ببینیم، ما در خانم هامون تا حالا در مسابقات دیویژن بندی جهانی شرکت نکردیم و اونم به جهت ترکیب کشورهایی است که در آخرین دیویژن وجود داره. بچه‌ها اگه اونجا شرکت کنن مطمئنا خیلی سریع این مسیر رو بالا میرن، ولی همین الان که با شما صحبت میکنم یک دختر 18 ساله از اصفهان داره در لیگ مجارستان بازی میکنه. این بچه در ایران اسکیتش رو شروع کرده، اینجا رشد کرده تو این 5 سال و بعد از 5 سال توی همین سیستم لیگ و تمریناتی که تو این کشور داشته الان داره در لیگ مجارستان بازی میکنه. دورسا رحمانی همینطور. تو پسرامون حالا ما دستاوردهای خوبی هم تو پسرامون داریم. شما فکر کنید یه بازیکن از قم و یک بازیکن از اصفهان که اصلا زمین یخ ندارن و اسکیت اینلاین شروع کردن و بعد ما استعدادیابیشون کردیم، جذبشون کردیم و امروز دارن در لیگ روسیه بازی میکنن. این به نظر من اصلا بیشتر که یک معجزه است. یعنی اینکه بعضی وقتا فکر میکنیم که حالا چه شکلی این دیویژن ها رو بالا میریم. ما از تو یک ورزشی 125 سال دیرتر شروع کردیم. 130 سال پیش در حقیقت فدراسیون جهانی هاکی روی یخ شکل گرفته. ما 5 سال پیش، یعنی 125 سال تأخیر فقط در راه اندازیش داشتیم. وقتی که پیست یخ ایران مال راه افتاد که جا داره از آقای علی انصاری من تشکر بکنم برای این اتفاق، خدمتتون عرض بکنم که ما از 100 کشور افتادیم جلو، چون 80 کشور فقط پیست یخ دارن. همینجا ایران در یک رشته مدرنی از 120 کشور دیگه جلو افتاد و شدیم جزو 80 تا. وقتی ورزش زنانمون راه افتاد اومدیم توی 40 تا کشوری که اصلا هاکی روی یخ زنان دارن. 40 تا کشور بیشتر در دنیا هاکی روی یخ زنان ندارن. خب یه سری از این کشورها مثلا کانادا با 30 میلیون نفر جمعیت 7500 تا پیست داره. ما در ایران یک پیست داریم. خب شما ببینین این نسبت 90 میلیون نفر جمعیت یک پیست، 30 میلیون نفر جمعیت 7500 پیست و مدارسی که کار خودشون رو انجام میدن، دانشگاهایی که کار خودشون رو انجام میدن، لیگ‌های حرفه‌ای که کار خودشون رو انجام میدن و فدراسیونایی که اونجا نشستن تماشاچی هم و بازیکن‌های خوب انتخاب میکنن. کار ما اینجا سخت‌تره، اما به هر حال غیرتی تو بچه‌های ما وجود داره، چه دخترها چه پسرامون. استعدادی در بچه‌ها میشه دید، علاقه‌ای توشون وجود داره که من خودم اسمشو میذارم قدرت بیپولی. من یک کتابی دارم با همین اسم Power of Broke. این میگه که شما اون
چیزیو که نداری و میخوای به دستش بیاری قدرتی توت ایجاد میکنه که وقتی داریش دیگه اون قدرت توت وجود نداره وقتی به دستش آوردی. به همین جهت هم من فکر میکنم بچهای ما این قدرت نداشتنهاشون هست که این روزها ورزش ما رو تبدیل کرده به جایی که فکر میکنم در تمام عرصه های دیگر، یعنی ما اگر که به هر موضوعی تو کشور نگاه بکنیم، از صنایعمون، از محیط زیستمون، از حالا ناترازی ها و از اتفاقات مختلف، ورزشمون جایگاه بهتری نسبت به موضوعات دیگه داره که یک غیر از زحماتی که مدیران ورزش کشور میگیرن اون همت و اون غیرت ایرانی است. آقای صدقی میخوام 2 تا سوال یکی کنم. اول این که خب اشاره کردید زیرساخت‌های ما کمه، نگیم ضعیفه، کمه. برای اون چه برنامه‌ای دارید و اصلا یه ذره شاید مردم عادی ندارن پیست یخ نگهداریش چه هزینه‌ای داره؟ سوال دومم اینه که خب یک کسی که الان علاقه داشته باشه، میبینه تصاویر رو خوشش میاد، میخواد این ورزش شروع کنه، باید حتما بیاد تو همون یه دونه پیست شروع کنه، جای کلاس ببینه، دوره ببینه، چیکار باید بکنه؟ خدمتتون عرض کنم، من یه خورده سریع تاریخ میگم. ما سال 47 اولین پیستمون افتتاح شد به اسم قصر یخ. سال 50 دومین پیست ساخته شد، 12,000 نفری آزادی. اونجا الان پیست یخه، یعنی همین الان هم امکان این که یخ بشه رو داره. ساخته شد برای اینکه میزبان بازی زمستانی باشه. خب بعد دیگه ما دیگه نداشتیم اتفاقی. سال 90 پیست آرامیس ساخته شد، یه پیست تفریحی در تهران. بعد پدیده مشهد ساخته شد و بعد با ایجاد در حقیقت زمین ایران مال ما تونستیم مدیریت جهانی و این اتفاقات رو رقم بزنیم. امروز که با شما من صحبت میکنم، ما 2 تا پیست المپیک سایز استاندارد داریم، پیست یخ ایران مال در تهران و پیست یخ میکامال در کیش. این 2 تا فعال میتونه که با تمام با بالاترین کیفیت ها داره در حقیقت استفاده میشه. رشته تابستانی ما اسکیته. یکی از چیزایی که وجود داره اینه که تمام بچه‌هایی که در سراسر ایران تو پارک‌های مختلف دارن اسکیت میکنن، بیان روی یخ میتونن روی یخ هم اسکیت بکنن، ولی خب باید بهشون رسیدگی بشه. ما از همینجا هم یه استعدادیابی ویژه داریم انجام میدیم. سن خاصی داره؟ خب هر چیز زودتر شروع بکنن. مثلا شما اگر این نوابغی که تو دنیا میبینید همه 3-4 سالگی شروع میکنن، یعنی درستشونه، ولی ما بازیکنی داشتیم 18 سالگی اومده، 20 سالگی اومده تو دیویژن 4 جهانی آقایون نایب قهرمان جهان شده. این اتفاق هم اینجا افتاده. به همین جهت پس این موضوع زیرساختی که شما فرمودید، ما در طرح آمایش سرزمینی اومدیم لکه گذاری کردیم، جاهایی که میدونیم استعدادهایی در اسکیت رولر داشتن، اونجا اومدیم نقاطی رو دیدیم. حالا کنار این میدونید شما به هر حال ما الان در شرایطی هستیم که به هر ترتیب هاکی روی یخ اولویت 1 نیست. الان ما در حوزه درمان انقدر مشکلات داریم، حالا پیست یخ نداشتیم هم برای مسئولینمون مهم نیست، ولی چون میتواند که فیزیبل باشد و میتواند از پس خودش بر بیاد، وقتی زمین ها مشخص شده، حالا الان بحث‌های سرمایه گذاری باید به وجود بیاد که اگر یه مقدار در حقیقت این امنیت خاطر سرمایه گذار به وجود بیاد، میتونه اتفاقاتی مشابه ایران مال و میکامال که نشون دادن که میتوانن مدل های موفقی بودن. خب حالا چرا پس مثلا سیتی سنتر اصفهان نداشته باشه؟ حالا چرا اگر یه مرکز تجاری در تبریز هست، در شیراز هست، نداشته باشه؟ این نقطه امیدمونه. نکته دومی که اومدیم بسته های فنی رو ایجاد کردیم که دانشش الان وجود داره، دیگه کار اول نیست، این دانش وجود داره، میتواند توسعه پیدا بکند. و نکته سومی که اگر کسی بخواد استفاده بکنه، غیر از اینکه با اسکیت میتونه شروع کنه، قسمت دومی که تجهیزات در همه این مجموعه هایی که در دسترس هم هست، هم کیش هم تهران، در اختیار بچه‌ها قرار میگیره، هم میتونن اجاره بکنن، چون همونجا هم میتونن استفاده بکنن دیگه. و خدمتتون عرض بکنم که با این که ما به زیرساخت احتیاج داریم، با این که ما به شدت به تجهیزات احتیاج داریم، ولی سختی داریم میکشیم، اما چیزی نیست که این جلوی کسی رو که اگر بخواد شروع بکنه بگیره. برای هزینه‌های نگهداریش خب به هر ترتیب ما داریم با یک موجود زنده طرفیم، یعنی این یخ باید نگهداری بشه ازش. هر سانسی که استفاده میشه یک ماشینی میاد روی این یخ. چجوری این برای آره این ببینید ما یه تیغه‌ای داریم در حقیقت زیر کفشامون. اون کل ماجرا اینه، کف اونجا یه لوله کشی شده، در این لوله مایعی به اسم گلایکول که تا منهای 30 درجه همچنان مایع میماند، میره در کمپرسور، اونجا به دمای منهای 10 تا 13 میرسه، وارد این شبکه میشه.
ما اندازه 2 سانت آب میپاشیم روی یخ که این آب RO هم هست، آب خامه که رنگش در حقیقت رنگ نگیره، چون اگه آب با کلور و اینا باشه زرد میشه وقتی یخ میزنه. بعد میام روی این 2 سانت رو یه رنگ سفید میزنیم، اون سفیدی که میبینی اون رنگه و خط کشی ها رو انجام میدیم. دوباره روی اون 2 سانت دیگه آب پاشیده میشه و از ما یه یخ حدوداً 4 سانتی، این یخ تو موضوعات مختلف بین 4 سانت تا 2 سانت در حقیقت ضخامتش. خب هر سانس که استفاده میشه شما میان بچه‌ها با این تیغه ها میان روی این یخ، حالا اسکیت که میکنن لبه های داخلی لبه های خارجی که اصل این ورزشه، این یخ تراشیده میشه. یه ماشینی داریم که اسمش ریسورفیسره، این میاد روی یخ و شروع میکنه در حقیقت صاف میکنه این یخ پودر شده رو جمع میکنه، یک آبی با یک درجه گرمتری رو روی یخ میریزه خیلی کم. این آبی که میاد اون رو باعث میشه که اون روی یخ آب بشه و همسطح میشه مجددا، و به خاطر اینکه اون گلایکول در جریان با منهای 10 تا 13 درجه مجددا یخ میزنه. همینجوری ابزار هاکی روی یخ گرون، این نگهداری پیستش هم که خیلی گرونه. برای همینه که ما مثلا از 200 کشوری که در دنیا هست 80 کشور بیشتر ندارن، برای همینه که ما 125 سال نداشتیم و برای همینم هست که هر جای دنیا زمین یخ دارن و تیمای یخ دارن با یه حالتی با غرور نگاه میکنن به بقیه ورزش‌ها. برای همینه که نشانه صنعتی شدن و نشانه مدرن بودن یک کشوره و برای همینه که بعضی وقتا از من میپرسن چرا این رسانه‌های خارجی میان همه میان پیست یخ. خب یکی این که ایران مال یک سازه تمدنی بسیار خوبی ساخته شده و هممون بهش افتخار میکنیم، وقتی مهمون داریم میبریم اونجا رو بهش نشون میدیم، اما وسط اونجا هم خب یه زمینی وجود داره به اسم پیست یخ ایران مال که اصلا شگفت زده میشن خارجی‌ها وقتی میبینن، چون بیرون که هستن میگن که ایرونیا تکنولوژی ندارن، ایرونیا نگهداری بلد نیستن، ایرونیا دارن نمیدونم همش بیابونه. بعد میان اینجا میبینن دخترای ایران دارن اسکیت میکنن، بعد میرن مثلا دختره مثلا ایرلند رو میبرن. خب چه اتفاقی داره میفته؟ یعنی شما ببینید فقط در همین موضوع رسانه چه تغییر نگاهی ایجاد میکنه. و همینجا تو پرانتز میگم همین پیست یخی که ساخته شد و که باز من تشکر میکنم از سازنده اینجا آقای انصاری، هم خدمتتون عرض میکنم این دخترایی که اومدن، چون خیلی کشورهای عرب مثلا ما الان در امارات 20 تا پیست یخ دارن ولی دختراشون میان هیچ وقت زیر 20 تا از ما نمیخورن. میدونی خب این یعنی این که فقط هم تجهیزات کار نمیکنه، یه چیزای دیگه هم در کنارش هست که ما به همه این مجموعه با هم خیلی افتخار میکنیم. خیلی‌ها برای همگانی تر کردن رشتهشون، مخصوصا که رشته هاکی روی یخ و ورزش زمستانی خیلی خاصه، میرن سراغ سلبریتی ها، سفیر میانه که این توجه جلب شه، بیشتر رشد پیدا کنه، حالا از طریق جذب اسپانسر یا چیزی. شما از این طریق هم برنامه‌ریزی کردید مخصوصا برای هاکی روی یخ، چون میدونم ورزش زمستانی رفته سمت؟ آره ما از یه جای دیگه اومدیم، فکر می‌کنم جایی برای فرشته‌ها نیست آشنا باشه برای بینندگان شما. ما سیمرغ بردیم در سینمای مستند. بله خب ما جریان زندگی بچه‌ها رو ساختیم، انقدر جذاب بود که سیمرغ بلورین برد جشنواره حقیقت کلی جایزه برد. اینور اومدیم و خدمتتون عرض بکنم که یک بستری رو آماده کردیم که بتونن سلبریتی ها و هنرمندا بیان اونجا استفاده بکنن. علاقه‌ای که توشون ایجاد شده اینه که چند تا از سریالایی که اخیراً در حقیقت سینمای خانگی شبکه نمایش‌های خانگی پخش شده اونجا ساخته شده. خب این هم دو. سومیش اینه که دلمون میخواد این اتفاق، حالا خوبه اینجا هم عرض میکنم، دلمون میخواد که در حقیقت ارگانیک این اتفاق یعنی مصنوعی نباشه. ما نریم دنبال یک کسی که حالا چون من دوستان سلبریتی زیادی دارم که خودشون رو بیان بگن آقا استفاده میکنیم. اگر که یک سلبریتی که به هر حال مورد احترام مردم، همه سلبریتی ها مورد احترام، ولی کسی که خیلی مثلا روی جوانان هم تاثیر داره اگر علاقه داشته باشه بله اونو جذبش میکنیم. حالا بازیگری کسی خواننده اومده روی خوششون، بله تا دلتون بخواد اومدن، ولی باید ادامه بدن بیان. مثلا ما حالا رشته اگه اسمم بگید چه؟ آره حالا من به شما بگم مثلا در پدل شاید همه فکر میکنن که پدل رفته دنبال محمد رضا گلزار که از دوستای بسیار خوب همه ماست در حقیقت، اون ایشونو آوردن که پدل. نه، محمد رضا گلزار اول پدل شروع کرد، بازی کرد، علاقه‌مند شد بهش، بعد سیستم پدل جذبش کرد. میدونین من فکر می‌کنم اگر کارایی هم داشت و تونست معرفی بکنه به این جهت بود. اینجا ما دنبال همینیم. اگر که
سلبریتی های مختلفی رو داشتیم اومدن، ولی اگر کسی آمد ادامه داد و اتفاقا یه خوردم خوب رفت جلو، حتما به عنوان سفیرمون ازش استفاده میکنیم. آقای صدقی، میگن که شما خیلی توی این رشته تاثیرگذار بودید. خود من خب تو اخبار پیگیری میکردم، اینها رو به چشم دیدم. خیلی کمک کردید به توسعه این رشته، ولی اون اوایل نقطه عطف کار شما بوده، روی پای خودتون ایستادید و حتی یه سری خاطره هم ازتون نقل میکنن که شده حتی از موی سرتون هم گذشتید برای موفقیت. هم چیزی درسته؟ من به شما پیشنهاد قبل که خدمتتون عرض بکنم، خیلی داستان طولانی است اگر که بخوام بگم. یه کتابی من دارم به اسم سفر به ثمر، تبلیغشو بکنم. سفر به ثمر. سفر به ثمر، بله. نشر نگاه نوین در حقیقت اینو چاپ 4مش هم انجام شد. فکر میکنم برای جوانایی که میگن نمیذارن، نمیتونیم، نمیشه، آره یه پاسخهای خوبی اون تو با خاطرات من دارم. چون اساسا من یه بچه‌ای بودم که با اسکیت و با ورزش‌های خیابانی در حقیقت بزرگ شدم. خب وقتی هم 17 سالگی می‌خواستم اولین زمین رو شروع کنم، همینطور که میگیم موهای دنبسبی داشتم که بهم گفتن با این موها نمیشه کار کرد و من همون شب موهامو با 4 زدم و صبح رفتم و اون کسی که بهم گفته بود بهم گفت من شوخی کردم، اما من جوابم این بود که من واقعا میخوام کار کنم. این روزا من میبینم که بعضی وقتا، البته من خیلی به جوانان این کشور امیدوارم، یعنی هر جا که ناامیدی دارم، وقتی این بچه‌هایی که دارم باشون زندگی میکنم میبینم، میگم که این نسل ایران رو به اون جایی که باید میرسونن. ولی اگه به همین در پیرو صحبت شما بخوام بگم، اگر که قراره برسونن، از یک چیزهایی هم باید بگذرن. من برای اینکه اسکیت رو توسعه بدم، بله از یه علایق شخصی خودم گذشتم و خدمتتون عرض بکنم که پشیمونم نیستم، خیلی خوشحالم برای اینکه یک لذتی در اقناع شدن وقتی نتایجی حاصل میشه به وجود میاد که من فکر میکنم با هیچ قابل قیاس. آقای صدقی، من به هاکی روی یخ پرداختم، مخصوصا بخش زنان. شما رشته دیگه‌ای هم فعالیت داره؟ مثلا فدراسیون ورزش‌های زمستانی، ما اسکی رو میدونیم، هاکی روی یخ رو میدونیم، هاکی رو میدونیم، رشته‌های مثلا کرلینگ و اینجور رشته‌ها هم برنامه‌ریزی کردید براش؟ بله، ببینیم ما در فدراسیون اسکی ما اساسا یه المپیک تابستانی داریم و تمام فدراسیون‌ها یه المپیک زمستانی داریم که کمتر آشناییم باش، ولی اگر به شما عرض بکنم که بعضی جا بزرگتر از المپیک تابستانی هم هست، اشتباه نگفتم، که همه این رشته‌ها در فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی، سال یادم در شاید مثلا یخنوردی در کوهنوردی باشه. خب بله، در ورزش‌های خب اونور حالا مثلا ما اسکی چمن داریم، رول اسکی داریم که اصلا تابستانیه، اسکی و رشته‌های متنوعش مثل اسکی آلپاین و صحرانوردی. و اما در رشته‌های یخی مثلا همینطور که اشاره کردین، الان کرلینگ اخیراً راه اندازی شده. رشته کرلینگ محمود عبداللهی مسئولیت انجمن کرلینگ رو داره. کارهای عجیب غریبی داشتن در رشد و توسعه‌اش. اصلا اینکه چه شکلی این سنگ توسط آقای امیرحسینی از روسیه کول گرفته شد اومد ایران، تو ایران ساختیمش و چه شکلی این رشته توسعه پیدا کرد، خیلی داستانی است که بهش میشود پرداخت و من مطمئنم جزو رشته‌ای خواهد بود که به زودی در حقیقت افتخارات زیادی برای کشور. یه رشته المپیکی جذاب، یا اسکیت سرعت، همینطور تو رشته‌های مختلفش، اسکیت نمایشی در حقیقت و اون اتفاقی که اونجا داره میفته که میتونه نشان دهنده فرهنگ ایرانی در جهان باشه، از لباس تا خدمتتون عرض بکنم که موسیقی و اتفاقات دیگه در کنار ورزش و همینطور رشته‌های متنوعی که وجود داره. ما الان در فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی 6 فدراسیون المپیکی داریم که مثلا همین کرلینگ که شما گفتین یک فدراسیون مستقله در جهان، در خیلی از کشورها فدراسیون مستقله، ولی الان در قالب یک انجمن در فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی داره فعالیت میکنه که عرض میکنم روند شیب رشدش هم بسیار شیب رشد جالبی بود. حالا اونم از اون رشته‌هایی است که چون اسکیت نمیخواد و سن و سال هم نداره، شما هم میتونی بیا شرکت کنید، چون شروعش هم هست، شانس دعوت شدن به تیم ملی هم داری. بالا نیست.
گفتی سن و سال. نه ببین چون مثلا هاکی رو یخ بعد از 3-4 سالگی شروع کنی تا بتونی به تیم ملی برسی. شما میگی بدون پیش زمینه قطعا 3-4 ساله نیستی دیگه. الان وقتی من عرضم اینه که حتی اگه در جوانی و در شاید مثلا در میان سالی مثل ما هم شرکت بکنن شانس دارن. بله. آقای صدقی شما نایب رئیس فدراسیون هستید، سال دیگه با هم مصاحبه بکنیم، من از شما راجع به چی بپرسم؟ میخوام بدونم اولویتتون تو این 1 سال چیه؟ چیزی هست که شبا بخواید فکر کنید که من باید این مشکل رو حل کنم، من این برنامه رو باید اجرا کنم؟ ببینین ما در هاکی روی یخ یک طرح توسعه ملی داریم، خیلی مشخصه و یه خطکش داره که میتونیم بفهمیم چی کار داریم میکنیم. در اسکی و ورزش‌های زمستانی همین کار رو داریم با مشارکت هیئت‌های استان‌ها میکنیم. من چیزی که امروز به شما قول میدم اینه که ما شیب رشد خواهیم داشت و حتما چند پله جلو خواهیم رفت. این که عرض بکنم به تمام قول‌ها رو فتح میکنیم، این دارم به هذیان میگم، برای اینکه خیلی چیزها دخیله، خیلی سازمان‌ها، خیلی ارگان‌ها، از بخش خصوصی و لیگ‌های حرفه‌ای تا مدارس و دانشگاه‌ها و شهرداری‌ها و هر کی باید کار خودش، یه سیستم یک پارچه‌ای است. یعنی نمیشه یک ورزشی اقتصادش آسیب ببینه، صنعتش درست کار نکنه، محیط زیستش بعد شما بگی که ورزشش باید همه چیزش، اونم توی رشته که تجهیزات میخواد، زیرساخت میخواد و این گرفته. اما من چیزی که به شما پیشنهاد میکنم، من 1 روز فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی نسبت به روز قبلش عقب‌تر بخواد بره یا شیب رشدش از دست بده نخواهم ماند و حتما جامو حتی 1 روز. یعنی مطمئن باشین اگه سال دیگه اینجا بشینم کنار شما نشون میدم بهتون حتما و به گزارشتون میدیم که ما رشد داشتیم. حتما کمبودهایی در همان روز هم خواهیم داشت، حتما شکایت ها و اعتراض ها و ناراحتی های وجود داره، اما از وضعیت امروز مطمئناً چند گام جلوتر خواهیم رفت و این رو هم برای همه جای مملکت آرزو میکنم. یعنی آرزو میکنم که هممون با هم دیگه فکر کنیم که جلو برویم، حتی کوچیک، چرا که خیلی جا داریم عقب میریم، بعضی وقتا بزرگ. اشاره کردید که توی فدراسیون ورزش‌های زمستانی 6 تا رشته هست که اشاره کردید، کرلینگ و اسکی و اینا رو کی میتونیم به مدال آوری برسیم؟ کی میتونیم که توسعه‌اش رو ببینیم، رشدش رو ببینیم؟ کی میتونیم موفقیتش رو ببینیم؟ خدمتتون عرض بکنم که سوال خوبیه، ولی اولین جوابش اینه که چقدر هزینه حاضرین بکنیم برای این کار. ببینیم من اعتقادم اینه که مثلا ما اصحاب رسانه‌مون ورزش زمستانی خوب نمیشناسه. من اولین سوال خواهشم اینه که شما همین المپیک زمستانی که پیش روز هست رو دوستان عزیز اصحاب رسانه پوشش بدن. ما الان 4 تا المپیان داریم. گرفتن سهمیه المپیک کار راحتی نیست. ببینید اینجا جایی است که دیگه همه نخبه ها میان. الان در صحرانوردی که خیلی آینده روشنی داره، چون ما در تابستان میتونیم رول اسکی رو دنبال بکنیم و در زمستان صحرانوردی اونقدر مشکلات پیست های اسکی آلپاین که روی یخ این بچه‌ها باید اسکی بکنن رو نداره. پتانسیل داریم، بچهای زحمتکش داریم، ولی امروز که من اینجا خدمت شما نشستم، شما از من یک کاش میپرسیدین که بودجه این تیم، بودجه اردو این تیم، کمک کمیته المپیک چقدر بوده. یه تقلب آخه ما داشتیم، ما صحبتی که کرده بودیم با رئیس فدراسیون ورزش‌های زمستانی مقایسه کرد که واقعا عجیب و غریب بود که مثلا شاید سوئیس برای ورزش زمستانی 60 میلیون دلار بودجه داشته باشه برای تیم‌های ملیش، ولی خب طبیعتاً فکر کنم 1/100 هم اینجا نیست. آره همین. ببینید فقط این نیست، یعنی فقط این که من عرضم اینه که این مقایسه باید یک مقایسه برابر، یعنی ما نباید یه خورده نابرابر چون ببینین ما رشته مثلا ما 2 ماراتون نیستیم. مثلا شما اینو از من دوست دارم این موقعی از مثلا ماراتونیا بپرسین چرا در ماراتون ما در المپیک مقام نیاوردیم هیچ وقت؟ بشر از روزی که داره میدوه یعنی ولی چرا نتونستیم مقام بیاریم؟ خب این یه سوال جدیه دیگه. یا مثلا چرا مثلا ما بسکتبالمون نمیتونه تو المپیک مدال بیاره؟ 70 سال الان مثلا فدراسیون داره. خب یکیش من یه جواب بدم، مثلا ما در بسکتبال یه لیگی داریم به اسم NBA که کنار اون 1000 بودجه‌ای که شما فدراسیون سوئیس رو میفرمایید، لیگ های اسکی اونجان که ورزشکاران میسازن. ما در قسمت حرفه‌ایمون اون زیرساخت رو نداریم. در قسمت مدارس و دانشگاهامون اون سرمایه گذاری و اون نگرش رو ما بچه‌هامون هنوز ورزش میکنن میگیم آقا
پدر سوخته برو دنبال درست، میدونی؟ یعنی میخوام بگم که اگر که واقعیت رو بخوایم بدونین تنها نمیشود. یعنی ما اگر موفقیتی در هر عرصه‌ای بخوایم، همونطور که مثلا اگه صنعتمون میخوایم قوی شه میگیم باید ایرانی بخر و صنعتگرمون هم باید با کیفیت تولید بکنه و بعد باید مواد اولیه باشه و حالا موضوع دیگه. در ورزش هم همینطوره، خانواده و ورزشکار باید نقش خودشون رو بازی بکنن، به سازمان ها و ارگان های دیگه هم همینطور. من امیدوارم که ما در بازی های آسیایی مدال آوردیم، در اسکی یه دونه نقره داریم، 2 تا برنز داریم. 10 سال پیش این اتفاق افتاده. خب امروز نسبت به 10 سال پیش عقبیم. یعنی اگر هرچه بر ما گذشته در 10 سال گذشته عقب رفتیم. اگر که 10 سال پیش بود من اون موقع به شما میگفتم ما الان میخوایم نقره‌مون رو به طلا تبدیل کنیم، امروز باید به شما بگم ما دوباره باید بریم تازه اونا رو بتونیم به دست بیاریم. و بعد که اگر تونستیم در آسیا از پس ژاپن و کره و قزاقستان و این کشورها بر بیایم، حالا بعد میریم با اتریش و کانادا و سوئیس و روسیه و اینا هم در حقیقت رقابت. خبرگزاری برنا